سازمان تجارت جهانی یا WTO یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضای این سازمان را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه‌های گمرکی می باشد. پذیرفته شدن افغانستان به حیث عضو دائمی سازمان تجارت جهانی. افغانستان درخواست عضویت این سازمان را در سال 2004 میلادی نمود. در بخش ملی با ایجاد گروه کاری میان نهادهای حکومتی که در آن وزارت‌های تجارت و صنایع، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، مخابرات، مالیه، عدلیه، زراعت، اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه، معادن و پترولیم و ادارات د افغانستان بانک، نرم و استاندارد، مرکز واحد ارائه خدمات، اتاق‌های تجارت و صنایع و شورای ملی شامل بودند و از سوی دیگر مذاکرات با اعضای این سازمان از سال 2011 تا 2015 5 بار در ژنو سوئیس که مرکز سازمان تجارت جهانی نیز نامگذاری شده است صورت گرفت. با آن هم مقامات اقتصادی افغانستان با سعی و تلاش خستگی ناپذیرش توانست عضویت این سازمان را کسب کند که با عضویت افغانستان در تاریخ 17 دسامبر 2015 تعداد اعضای این سازمان به 164 کشور رسید. در سال 1995 سازمان تجارت جهانی یعنی WTO به خاطر تنظیم تجارت چند جانبه و تنظیم اقتصاد تجارت بین المللی این مؤسسه ایجاد شد و یکی از شرایط پیش شرط های عضویت همی است که باید قوانین این کشورها مطابق معیارهای جهانی باشه که تقریبا در حدود 27 قانون و مقرره باید پیش از اینکه الحاق بکنی او را تصویب بکنی که خوشبختانه ما یکی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای وزارت تجارت و حکومت وحدت ملی امی است که ما تانستیم تمام قوانین که لازم بود به شرط بود به این سازمان ما را نهایی بسازیم و ما از تمام وزارت ها و به خصوص پارلمان کشور تشکری میکنم که ما را در این راستا همکاری کردند. پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بالای تجارت و سرمایه گذاری ها در داخل کشور نقش مثبت را ایفا خواهد نمود، چون افغانستان نیروی کاری وافر با دستمزد پایین نسبت به منطقه در اختیار دارد که در کاهش مصرف تمام شده تولیدات به طور مستقیم تاثیر دارد. پایین بودن نرخ تعرفه‌های گمرکی عامل تشویق کننده سرمایه گذاری های خارجی می تواند باشد. در حدود تقریبا 300 قلم اموال صنعتی اساس ما برای 6 نوع تعرفه را تعهد نکردیم. این هر تعرفه که ما بگذاریم او تصمیم حکومت افغانستان است، مثل صنایع چوبی است، صنایع دستی مثل قالین، مرمر بسیار برای ما مهم است. به این شکل در حدود بیشتر از 1000 قلم اساس صنعتی است. ما بین 20 تا 50% بر از او سقف تعرفه را تعیین کردیم که او مثل اقلام زراعتی است. 65 قلم کالای به کلی ممنوع است که مثل گوشت خوک و الکل و چیزاست که ما او را به شکل کامل ورودش به افغانستان منع قرار دادیم. اولویت‌های کلیدی که به خاطر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی الا 31 جون 2016 تحقق یافته است شامل تصویب بسته الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی از کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تصویب آن توسط شورای ملی، توشیح آن توسط رئیس جمهور حکومت وحدت ملی افغانستان و ارسال آن به سازمان تجارت جهانی بوده است و قرار است در آینده نزدیک مراکز اطلاع‌دهی عمومی در وزارت تجارت و صنایع که در پلان تشکیلاتی این وزارت نیز پیش بینی گردیده است و همچنان تأسیس مراکز اطلاع‌دهی مرتبط با مسائل موانع تکنیکی تجارت یا TBT در اداره ملی نرم و استاندارد و تأسیس مراکز اطلاع‌دهی و اداره کنترل غذا در وزارت صحت عامه نیز ایجاد کرده. با این مزایایی که سازمان تجارت جهانی داره و این رفرمی که ما روی دست داریم انشالله تجارت در افغانستان نهادی نمیشه، رونق پیدا میکنه و به شکلی که ما با مارکت مطابق معیارهای جهانی رقابت تشویق میکنیم و همین که بتانیم از حقوق مستهلکین حمایت شود و در ضمن ما بتانیم به شکل تجارت بکنیم که تجارت عادلانه باشه. پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی این فرصت خوب میده که ما بتانیم یک نقش بسیار مثبت ایفا بکنه. کشورهایی که عضویت این سازمان کسب کردن
و از این به صورت درست استفاده کرده تانستن رشد اقتصادیشان 2.5% بالاتر از کشورهای دیگه است که عضویت ندارن. همچنان مفاد دیگر که در بخش تجارت میتوان از صادرات بر مارکت جهانی، ریفرم داخلی و تطبیق استانداردها بالای واردات، کمک های تکنیکی، ارتقای ظرفیت، حمایت صنایع داخلی از تجارت غیر عادلانه یا سبسایدی قیمت شکنی و اقدامات جبرانی و تنظیم سکتور خدمات میتوان برشمرد.